در ناحیه خوالینگ باز یک باغینه با حاصل آمد. شوالی نظروف با اظهار قناعتمندی و افتخار وطنداری به میوه‌های این درختان باغ که محصول مهنت دستان او میباشند نظر کرده خرسندی او را حد و کنار نیست. ناک نخستین میوه باغ است. همه این درختایی که شما در همین موضع دیدگین ناحیه باختر وارد شدگیه. خیلی سال اول کم تا پرابلم آب شد. با مرور زمان خیلی با سهم صاحبکارا ما مهیا کردیم. خیلی که نهاد خودتون دیدین که چقدر نشانه‌های باغ شروع است. درجه 60 دانه گلوس، 60 دانه نوک هر خیله، 60 دانه سمرینکا کابوسی. از زبان ما سیب کابوسی. خیلی با هر خیل میوه هم از درجه زردالو، خوچ، سلیوا و دیگر نمودی درختان است. در این موضعی که پیشتر نوآباد بود بعد بنیاد این باغ این موضع را ساکنان اکنون نوآباد نام گذاشتند. در دهه نوبنیاد که زمین‌هایش سنگلاخ هستند باغ شوالی پدیده نو است. تجربه شوالی اثبات کرد که در نتیجه مهنت چنین زمین‌ها را هم آباد کردن علاج دارد. این زمین برای همدهگانش منبع آموزش در سمت باغکاری و تجربه پیشقدم در سمت استفاده ثمرناک زمین میباشد. نسبت همی که بسیاری باغ‌ها در بین قطارها یگان محصولات نمیکنند. ما همی قوای کاریمون کم در درون قطارها با محصولاتی خوشگی قشلوق هم پرورش میکنیم. پیاز میکاریم، پمیدور میکنیم، یونشخه میکاریم، زغیر کاریدگیم، نخود کاریدگیم، گندم کاریدگیم. شوالی نظروف این زمین را ثمرناک استفاده کرده است. در بین قطارهای درختان برای خوراک چاروا یونشخه کاریده است. این درب دوم یونشخه در این موسم میباشد. ذخیره خوراک چاروا برای گذراندن دوره زمستان را تامین کرده است. از حاصل امساله باغ برای ذخیره زمستان برای تیار نمودن شربت و نوشابه‌های از لحاظ اکولوژی تازه شرایط‌ها مهیا کرده است. بعد این درب یونشخه خیلی نسک کردیم یک 12 سوتیخ دورم جمع آوری میکنیم. خیلی بود در نزدیکی با نخود کاریدگیم 62 سوتیخ ده نشانه‌های نخود ما خوبه و قباد نیست. باوری است که این سال ما خوراکای دسولا را جمع آوری میکنیم. شوالی نظروف میگوید که تلاش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای آسودگی و آبادی کشور و رشد و نموی وطن اجدادی او را روح‌بلند نموده است. در همین زمینه کوشش کرده است که در قطار دیگر جوانمردان با اور و ناموس سهم ارزنده خود را در آبادی این گوشه تاجیکستان گذارد. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه خوالینگ برای برنامه اطلاعاتی نوید.